بعد الحمدلله یکی ما شما حضور دارین در این شب‌های مبارک، شب پرفضل، شب پربرکات، شب انشاءالله اجابت دعاهای بنده به سوی الله هست. انشاءالله خدا خواهد امروز صحبت ما شما درباره واجبات انشاءالله خدا خواهد ایمان صحبت میکنیم. انشاءالله 12 چیز واجبات ایمان است. البته یعنی واجب این امر الله سبحانه و تعالی است. کرگی ثواب میگیرد، نکرگی گناهگار میشود. کسی که واجب این کار کند، یعنی فرق در فرض واجب این است که کسی که واجب دروغ شمارد این کار کند کافر نشود، هم سخت گناهگار میشود. لیکن همین واجبات ایمان 12 هست. یکیش یعنی اول با علما یعنی صحبت داشتن. علما که صحبت داشتن واجب است برادران. یعنی گویا که یک خدا خواهد محفلایی که علما می آیند، علما درگان محفلا حضور دارند، الحمدلله باید که ما و شما یعنی واجب است که شرکت کنیم. انشاءالله از صحبت علما ما و شما انشاءالله بهره بریم. الله سبحانه و تعالی با صحبت علما آن دلهایی که زنگ پیچیده شدگی است، الله سبحانه و تعالی همون زنگاره، همون دلهایی که خدا خواهد سیاه پیچیده شدگی است، با واسطه نور حکمت عالمها انشاءالله الله سبحانه و تعالی قلب شما را زنده میگرداند. قلب شما را با نور ایمان، با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نورش کتی الله سبحانه و تعالی انشاءالله زینت میتید و قلب شما ملائم میشود. نسبت چی؟ نسبت محبت به الله، نسبت محبت به قرآن، نسبت محبت به یعنی مسجد، نسبت به چی؟ محبت به عالمان الحمدلله زیاده میشد. برای همین واجب است که انشاءالله گویی که یک عالمان شرکت دارن هم صحبت شدن ما و شما واجب است عزیزان من. دوم از منافقان دور بودن. عزیزان من، منافق گفته شخصی درویه میگن، درو دارد، پیش شما دیگر گپ میزند، در عقیب شما دیگر کار میکند. پیش انشاءالله خدا خواهد شما را خوب میکند، پیش دیگران را شما را انشاءالله چکار میکند؟ بد میکند. الله از درویگی نگه دارد. باید ما منافق نباشیم انشاءالله. حقیقی انشاءالله خدا خواهد مسلمان باشیم. حقیقی انشاءالله اسلام دوست داریم و یعنی منافق نشده الحمدلله باید که ما و شما الله نخالصانه انشاءالله خدمت بجا بیاریم. سیوم محترم جماعت، سیوم چیز انشاءالله خدا خواهد تشنه را آب دادن واجب است. گجایی که انشاءالله خدا خواهد یگان تشنه باشد، اینن در خاندان ما و شما خدا خواهد یعنی آب از خورد است. یعنی باید که ما و شما دادرکامون است، خواهرامون است، فرزندامون است، یا که پدرمون است، یا که مادرمون است، یا که بابامون است، یا که اچمون است، مبادا تشنه ماند آب دادنش واجبه. التماس اومده خاموشینیم، یک گپ هر شب تکرار نکنیم. نفارد وقتی نماز بیا 5 منوت دیگه به مالا بیا خدا خواهد انشاءالله نماز تخون رفتنگی. حتی اینکه امروز در بعض موارد ها میشنویم همسایه آب بیاید آبش نمیدادیم، با یک شعار برداشتیم فقیر خالی خونه انسان درآید گویا که به خاصیت ندارد. این گپی دروغ است همش. تشنه را آب دادن واجب بودن بعد همون همسایه خودش تشنه باشد، اگر آبش نتی نزد الله نعاسی هستی، نزد الله گناهگار میشوی. این خیلی فتوای نادرست نتی. کسی آب نمیته تو بخیل هستی، تو حسد خوری، تو نسبت برادرت، نسبت همسایت، نسبت هم محلگیت تو مهر و عاقبت نداری. نشانش همین است. نشانش ترک ایمان میکنی، واجب ترک میکنی، گناهگار میشی. الله نگه دارد.
برامین گوشه که انشاءالله تشنگان است آبش بده انشاءالله خدا خواهد. چهارم بیمار را پرسیدن. گوشه که یک بیمار را هست هم محلت خوش نیست هم سایت انشاءالله میشنوی، البته پرسیدنش واجب است انشاءالله. براو چیکار کن از احوالش انشاءالله خبر گیر، پرس، نه واجب کنم، یعنی از نصیحتی و ها بهره ببرین. این بیمار میدونین چیزی گنده در بیماری چی است؟ بسیار شیشتن است. سنت این است خدا خواهد، در میدروی میشینی دست در پیشانیش میمونی، مرد باشد انشاءالله خدا خواهد، یک سرش سیله میکنی، فقط گپ‌های خوب میگویش انشاءالله. گرچند وای محتضر باشدم، گرچند انشاءالله عمرش با آخر رسیده است داشتم، یگانه سخنی که ما شما میکردیم خدا خواهد امک جان، تاغا جان یا دادر جان یا بچه جان، خدا خواهد نقل میشه دیگه انشاءالله. زود است که شما در صف ما داخل میشه دیگه. کلمات که تی میگد و چیکار کنی انشاءالله دل و بردار. اینم واجب است، یعنی تیز از نزد بیمار چیکار کردن؟ برمده برفتن ما و شما واجب است. اینم انشاءالله اعتبار تیم خدا خواهد انشاءالله. پنجم یعنی به درویشان رحم کردن. محلند یگان کم بغل ها هستند، بیوه ها هستند، بیچاره ها هستند، محتاج ها هستند، یا اینکه یگان وای ندارند، فرزند ندارند، یکه هستند انشاءالله. البته از احوال وی ها خبر گرفتن واجب است. قدر امکان انشاءالله یاردم شو کنین. قدر امکان انشاءالله یک سوم دارین، دو سوم دارین، 10 سوم دارین، چیکار کنیم؟ البته خدا خواهد دست مرحمت یاری کنیم. دعای وی ها را گیریم. الله سبحانه و تعالی انشاءالله در کار شما، در زندگی شما، در عمر شما به واسطه دعا انشاءالله خدا خواهد چی می شود؟ بهره میگیرین. علم سفیدان میگن که دعا نگی پول نگی دعا گی. چی معنی دارد؟ معنیش این که دعای بیا انشاءالله خدا خواهد اجابت نشود. ولی بعد جوان ها برمده است خدا خواهد روزای نزدیک ما درباره چخیل نموده دعا کردن انشاءالله خدا خواهد در سیدام خدا خواهد موضوع تیار داریم میپرتیم انشاءالله. از دعا این دعا چی است؟ دعا انسان بیچارگیش نشان میتید، عاجزیش نزد الله نشان میتید. ما عاجزیم، ما ضعیفیم. ما شما انشاءالله باید که نزد الله دست برداریم. دست بردار، دست شکنم. دست برداشتن سنت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 حالت دعا میکردن: برابر قفس سینه، برابر سر، حتی به آسمان می برداشتن. صحابه میگن رسول الله شدت که زیاد میشد، وقتی که محتاجش به الله زیاد میشد، پیغمبر چنان دستاش می برداشت که زیر کشای محمد ما می دیدیم. تو امروز ناانصاف چنان خدا خود محبت به اسلام و به خدا و به محمد داری که دست برداشته دعا کردن آر میدونی. چنان تو به حق رسیدی، چنان خدا خواهد فردا شب پورا در حق دعام در این ثبات میکنیم انشاءالله خدا خواهد. چنان خدا خواهد به حق رسیده که گویا که یاردم خدا برای شما در کار نیست. همه چیز مهیا خدا خواهد. اینا تکابر میگن، اینا کبر میگن، من میگن. کسانی که کبر دارن انشاءالله خدا خواهد من هستن، نمیخواهند که دستاشون پیش الله بردارن. دست برداشتن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حتی میگه دست برابر سینت بردار، دستات از زیر کشت کشاد کن تا اینکه مهنت شود، تا اینکه الحمدلله نزد الله خدا خواهد عاجز است. خودش معنی دعا خواندن است. خواندن سوی خدا میخوانی: الله جان مالم تی، دنیام تی، الله جان برکاتم تی، خارم نکن، زارم نکن. برای این از دعا انشاءالله خدا خواهد رو نگردون. همیشه با دعا باش انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر بزرگوارم هر یک عملی که میکرد با دعا بود. چی در جهاد ها می اومد، چی در انشاءالله مصیبت ها می اومد، کدام عملی که می اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی خدا دست می برداشت. پیغمبر بود،
فخر کنه میشد، دعا نکنه میشد محمد صلی الله علیه وسلم، چون که محمد نپرسیده میگه الله میدادش. ولی محمد از خدا دست نبرداشته، نپرسیده، محمد چنان الله دوست میداشت که میدادش. چند چیز است که محمد خدا خود نپرسیده الله میتیش. یکی همیش خدا خود دعا نمیکرد میدادش. چه دعا کردی؟ تو کی هستی تو؟ تو اصلا یک قطره منی، اصلا تس یک قطره منی، با چی ها میکنی تو منی؟ تا یک رای پای پلی چیدی. امروز خدا خواهد زیدی علما ها گم میزنی، چنان زیدی علما گم میزنی، زیدی حتی احملی پیغمبر را ترک میکنی. از خدا ترس، چشمات کشو، این دین صاحب داره و تو یک تا خدا خواهد عمل کردن گتی، خدا خواهد تو دین زنده نگردوندی. هر دین زنده میکرده گیای، هر خدمت میکرده گیای، شب و روز خونه است. tak 2 minut dua kali خدا خواهد الله راضی شد و ای 1000 تا آدم الله ناراضی شد. بعد دعا کردن تو دعا نکردی خدا راضی شد، تو جنت برفتی یکن. برای من الله ترس. اگر این کبرات باشد عبادت هم قبول نیست، نمازت قبول نیست. من کان فی قلبه میگه پیغمبر، حدیث صحیح است، حدیث صحیح میخونه که شما بابایو فقط ما بخاری میکنیم، فقط بخاری میکنیم، حدیث صحیح است. من کان فی قلبه ذره من الکبر لا یدخل الجنه. این در پیشونی زدمون، کسی که در قلبت اگر ذره واری کبر داشته باشه جنت نه حرامه، نمیدروی جنت آره نشو. جنت جای خاکسارای، جنت جای خدا خواهد عالمون اطاعت میکنه گیای. با این فخر تو، با این منمنی تو، با این کبرت جنت امید نکن. حدیث اینم خون رفته خدا خواهد، همین یافته خونش. این الله نگه داره از کبر، از منمنی خار شو، تای پاچکا آدمان دگرد، بعد درجه میری. بعد خدا خواهد خدا مرتبت زاید میکند، بعد قدر تا خدا خواهد در تمام دنیا الله بلند میکند. اگر چی شوی خاکسار شوی. پیغمبر خاکسار بود، خدا تا قیامت قلبی هر یکی ما شما جاش کرد. ابو بکر خاکسار بود، بیار دلیل بیار که ابو بکر کبر کرده، دلیل بیار عمر کبر کرد، دلیل بیار علی کبر کرد، دلیل بیار عمر کبر کرد. گو بعد میارزه کبر کنی. اگر تو حقیقی عمر را گیری لباس یماغدار میپوشی، چه یماغدار نمیپوشی؟ من رای عمر را گیری. پریزیدنت بود 125 دولت نه 12 یماغ داشت، جاش زمین بود، کرپا هم نداشت، بالای خس و خوری برگای خرمون نخواه میرفت. تو چون در زمین خواه نمیره امروز در دیوان خوی؟ تا اگر حقیقی مجاهد میشم گویی ترک دنیا میکنی، ترک لذت میکنی، انا بعد به حق میرسی. با آخر دعوانا ان الحمد لله.